آقا با حاجی اومدیم به صرف نهار، از طرف اداره اومدیم به صرف نهار. بچه ها ساعت 7 حاجی آقا جبتلیان داره از ساری میاد، جلسه داریم، ما بعد نهار میاییم. رئیس اداره اوقاف باشه حاجی، مو رو درست کن حاجی، مو یا اول فصل 4 تا نون تکی حاجی میخواد، 2 تا مال آقا به حاجی میگی یه ریلز بذاره تو رو خدا. اینجا نشستیم با تمام کابویا. اینجا رسم 10 دقیقه دیگه بچه گوساله رو ول میکنن، هر کی بتونه با این شیشه، با ته شیشه بکنه تو کونه شیر میگه. واقعا بچه همین جمع کم